آیا فراموش کردی ای بنده ای الله که تو تنها به دنیا آمدی و تنها از این دنیا خواهی رفت؟ نه مال همراهت می شود، نه دوستان، نه مقام، فقط عملهای تو با همراهی تو خواهد بود. آیا برای شب تاریکی قبر چیزی را آماده کرده ای؟ آیا روزی که هیچ کس در پهلویت نیست، نه مادر، نه پدر، نه دوست، تنها تو هستی و بس و عملهایت؟ آیا برای آن روز سؤال آماده کرده ای؟ آن زمان که از عمرت پرسیده می شوی که در کجا گذراندی، از جوانیت که در کجا صرف کردی، از مالت که از کجا به دست آوردی و در کجا صرف کردی، خرج کردی. آیا نمازت رو ادا می کردی؟ آیا نمازهای تو را نجات می دهند یا خود به ضد تو شهادت می دهند؟ آیا قرآن کلام الله دوستت بود؟ آیا آن را شب و روز تلاوت می کردی یا تنها در رف قرار می گرفت، پر از گرد و چنگ و خاک از تو شکایت می کرد؟ آیا چشمت را از حرام نگاه می داشتی؟ آیا گوشت از سخنان بیهوده دور بودند؟ آیا زبانت از غیبت مردم نگاه داده می شد؟ آیا دلت از کینه و حسد پاک بود؟ و آیا پس روزی که دفن می شوی قدمهای مردم از تو دور می گردند، خاک بر تو سپارده می شود و تو تنها می مانی و تنها می مانی. آن وقت که فرشتگان به حضور تو می آیند و سوالت میکنند که آنجاست که نه مال فایده میدهد نه فرزند، مگر آن کس که با قلب پاک خالی از شرک و کفر و بدعت قرار گرفته باشد. پس حالا برگرد، دری که امروز گشاده از فردا ممکن است که بسته شود. اشکی که امروز میتوانی بریزی فردا شاید نتوانی آن را بریزی. توبه کن پیش از آن که دیر نشده است، زیرا شاید این شب، شاید همین نفس آخرین فرصت و آخرین نفس تو باشد. یا الله.